هنوزم فکر میکنی که فقط یک نوع ترمووال تو بازار داریم؟ بیا توی 30 ثانیه میخوام بهت انواع مدل ترمووالا رو بگم که تو این شرایط اقتصادی هزینه چند میلیونی ضرر نکنی. اولیش ترمووال PVCه که کاملا ضد آب و قابل شستشوه. تو محیط مرطوب میتونی ازش استفاده کنی، مثل آشپزخونه و سرویس بهداشتی و حموم. جنسش از پلاستیکه. گزینه دوم ترمووال MDF، جنسش از MDF ساخته شده و دارای فوم آگوستیک ضد صداه. ضخامتش 2 برابر ترمووال PVCه. تو محیطایی مثل سالن پذیرایی، راهرو یا سالن‌های اداری یا لابی میتونی ازش استفاده کنی، چون فضای لوکس‌تری رو به اون محیطت میده و از استحکام بالاتری برخورداره. سومین گزینه چوب ترموووده که کاملا چوب طبیعی و فضای حس طبیعی زنده بودن رو بهت میده. حتی قابلیت رنگ پذیری هم داره و ضد آب هستش و به خاطر ضد آب بودنش تو محیط بازم حتی ازش میتونی استفاده کنی، مثل فضای تراس یا حیاط. گزینه آخرمون هم ترمولاینر یا ترمولوکسه که تو بازارم انواع مختلف و طرح مختلف داره. به خاطر شیارایی که بینش ایجاد شده قابلیت نورپردازی داره و ضد آبم هستش. وزنش سبکتره، هم رو دیوار میتونی ازش استفاده کنی هم روی سقف. این پست رو ذخیره کن چون به دردت میخوره و پیج منو فالو کن چون قراره کلی اطلاعات رایگان در زمینه دکوراسیون داخلی بهت بدم.